سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد. شهادت رئیس مذهب جعفری امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت تمامی مسلمانان جهان تسلیت و تهنیت عرض می‌کنیم. انشاءالله که بتانیم شیعیان خوبی برای امام بزرگ باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام جعفر صادق علیه السلام نه تنها در زمینه فقهی علمی بلکه در زمینه اخلاق تقوا و همچنین هدایت جامعه خیلی نقش بی‌بدیل را ایفا کردن و شنیدن نام هر یک از اهل بیت علیه السلام مخصوصا امام صادق علیه السلام یک نور و همچنان آرامش خاصی را در ذهن آدم به وجود میاره و او هم احترام و محبت و همچنان افتخار بی‌بدیلی که در بخش علم هست به ذهن ما وجود میاره. وقتی که یاد ایشان میغلطیم یا که اسمشان به گوش ما میخوره، ترکیبی از عقلانیت و معنویت در ذهنم تداعی میشه. انسانی که نماد هم‌آمیختگی معرفت علمی و حکمت اخلاقی هستند. نامشان برای ما یادآور روشنایی علم و آرامش دل است. احساس میکنم در کنار دریای از حکمت استادم که میتونه تشنگی روح انسان را سیراب بکنه. عرض تسلیت و تعزیت داریم شهادت جانگداز شیخ الائمه امام صادق علیه السلام را خدمت همه مسلمانان شیعیان عالم. بدون شک امام صادق علیه السلام بنیانگذار بزرگترین مکتب فرهنگی و علمی اسلامی بود که شاگردان زیاد را تربیت کرد و این شاگردان توانست یک تمدن بزرگ اسلامی را پایه‌گذاری بکنه و جامعه اسلامی را از لحاظ علمی و فرهنگی به سمت و سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد. امام صادق علیه السلام با بهره‌گیری از شرایط موجود زمان خودش که اموی‌ها و عباسی‌ها درگیر قدرت و مثلا بحث سیاست اینا بودن، یک فضای فراهم شد. امام صادق با پایه‌گذاری یک نهضت علمی و بر اساس این نهضت علمی علوم اسلامی را در زمینه‌های مختلف مثل فقه، تفسیر، کلام، حدیث، علم عربیت، علم قرائت و در کنار اینها علوم طبیعی متحول کرد. ما در تاریخ داریم که شاگردان امام صادق علیه السلام در این راستا تربیت کرد. هزاران شاگرد در محضر امام صادق شرفیاب می شدن و یک مجموعه از اینها را در این بخش‌های خاص متخصص کردند که این شاگردان یک نوع زمینه‌ساز تحول و پیشرفت و خلاصه ایجاد یک تحول عظیم در تمدن اسلامی شدند که ما در تاریخ به طور واضح میبینیم که زمان قبل از امام صادق و زمان بعد از امام صادق از نگاه علمی کاملا متفاوت بوده. نمیگیم که نبوده، بوده، اما اون انسجام و اون مثلا حالت گستردگی که در زمان امام صادق علیه السلام به وجود آمد قبل از امام صادق علیه السلام نبود. امام صادق در کنار تأسیس دانشگاه بزرگی که در مدینه راه اندازی کرد، در کنار تربیت هزاران شاگرد و دهها شاگرد متخصص در علوم مختلف، امام صادق علیه السلام علوم اسلامی را از اون حالت قبلی خودش اینا در سطح عمومی، در سطح گسترده‌تر خلاصه اینا ایجاد کرد و خلاصه به وجود آورد. جایگاه امام صادق علیه السلام در تربیت شاگردان و یا در کل در شاگرد پروری خیلی اثرگذار و مهم بوده و حضرت با روشی که گرفتن در پیش گرفتن با روش تفکر و استدلال شاگردان را تربیت کردند که همیشان متخصص شدند، همیشان استاد شدند و مهمترین آنها که در تاریخ ما نمونه های زیاد داریم که 4000 شاگرد داشتند که همه از آنها متخصص شدند، همه از آنها یک کارشناس شدند در قسمت علوم مختلف، از جمله محمد بن مسلم که در علم فقه و همچنان هشام بن حکم که در علم کلام و همینطور جابر بن
حیان که در علم طبیعی و علوم شیمی دست بالای داشتن و به حد شهرت رسیده بودند. ما در زندگی علمی امام صادق وقتی ملاحظه بکنیم، مطالعه بکنیم، می‌بینیم شخصیت هایی که در عالم اسلام اثرگذار بودند و امروزه پیروان زیادی دارن، کسانی هستند که در مکتب امام صادق اونا تلمس کردن و درس خواندن و علم آموختن. شاگردان متخصص، رئیس مذهب حنفی امام ابو حنیفه رضی الله عنه خودش یکی از اون مصادیق و یکی از شاگردان بارز مکتب امام صادق علیه السلام. بحث تخصص گرایی در مکتب امام صادق، شاگرد زیاد داشتن اما شاگرد متخصص در علوم مختلف. ما مثلا در بین شاگردان امام صادق کسانی رو داریم که در یک بخش متخصص شده بودند، مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، مؤمن الطاق. این شخصیت هایی که در علم کلام، اینا امام صادق متخصص علم کلام درست کرده بودند. در علم فقه همینطوری زراره را داریم، در مثلا علوم طبیعی مثل جابر ابن حیان را داریم و همینطور در بخش علم قرائت را داریم، حمران ابن اعیان را داریم. شخصیت هایی که در علم های خاصی اینها ورزیده شده بودند و جوابگوی نیازهای علمی جامعه بودند. امام صادق این شخصیت ها را در شهرهای مختلف خلاصه برای گسترش علم و فرهنگ فرستاده بودند. ویژگی های زندگی یا سیره امام صادق علیه السلام فراوان است و مهمترین ویژگی امام صادق علیه السلام که به عنوان درس برای ما و شما هم هست، یکی عقلانیت با اخلاق و گفتگو با صبر و بردباری هست که امام صادق علیه السلام از دین استدلال منطقی می‌کردند، البته با رعایت ادب و رعایت اخلاق و احترام که هم جنبه علمی داشتند و هم جنبه اجتماعی داشتند و هم در قسمت تربیت و اخلاق میتونستن بر علاوه که میتونست اقناع کنه طرف را، با علمیت اقناع کنه، یک نوع دعوت هم بود به عقاید ایشان. و امام صادق علیه السلام در اصل یک نمونه یا یک از الگوهای تعامل سازنده هست که برای ما و شما و امروز هم برای ما و شما هم خیلی کاربرد داره در قسمت گفتگوی علمی با مذاهب دیگر، با فرهنگ‌های دیگر که چی روشی را باید در پیش بگیریم و همچنان حل اختلافات و در برخورد منطقی با افرادی که افراطگرا هستند که چه قسمی برخورد بکنیم، حتما برای ما و شما هم کاربرد خیلی فراوان و مؤثر می داشته باشه. شخصیت های بزرگ قطعا زندگانی اونها آمیخته به رفتارهایی است که هم در زمان خودشان و هم در زمان بعد از اونها مردم میتوانند، انسان ها میتوانند در مسیر اونها اون ویژگی ها را به عنوان یک خط سیر برای خودشان انتخاب کنند. زندگی پربار امام صادق، اون شخصیت بزرگ نیز ویژگی هایی داره که نه تنها در زمان امام صادق بلکه امروز برای جامعه ما کاربرد داره و جامعه امروز ما به اون نیاز داره. امام صادق علیه السلام درسای زیاد را بر ما مثلا بجا مانده که ما باید برای گذشته یا برای آینده مان یا نسل بعدی مان انتقال بدیم. از جمله علم همراه با اخلاق است. علم، چون امام صادق علیه السلام در بخش علم خیلی تلاش زیاد را کردن و از ما هم خواستن یا میخواهند که ما در قسمت علم تلاش زیاد را برای نسل آینده ما انجام بدیم و همراه اخلاق است. چون امام صادق این دست را بر ما میده که هم باید دانا باشیم و هم اخلاق. علم بی اخلاق یا اخلاق بی علم سودی نداره. راهی که مثلا میتونیم میراث امام صادق زنده نگه داریم مستلزم پیوند علم و اخلاق در عمل روزمره و جامعه هستش. به زبان ساده زندگی علمی و اخلاقی، آموزش متعادل و خدمت به جامعه میتونه یکی از راه‌های زنده نگه داشتن میراث امام صادق باشه. با عمل به تعالیم ایشان در زندگی روزمره، یعنی راستگویی، عدالت، احترام به دیگران و طلب علم و همچنان آموزش سیره ایشان به فرزندان، برگزاری محافل دینی و علمی و تلاش به اصلاح خود و جامعه، می توانیم چراغ راه این امام بزرگوار را زنده نگه داریم.
در دنیای امروزی که جامعه پر از چالش ها و آشوب ها و همچنان فتنه ها هست، ما توسط راهی که یا راههایی که امام صادق علیه السلام بر ما گذاشته، ما توسط از اون میتونیم که میراث امام جعفر صادق علیه السلام را زنده نگه داریم که هم از طریق علم و یادگیری هست و همچنان توجه به عدالت اجتماعی و یک احترام به جامعه و همچنان تربیت نسل آینده و یکی که از زیاد است مهمترین شمی آموزش و همچنان ترویج علم و دانش است که ما توسط از این میتونیم که میراثی که امام جعفر صادق علیه السلام بر ما مانده پاسداری کنیم یا نگهداری کنیم.